بانوک و واجهان و شاد که گپ و ترانه برنامه مرچی ما باز موضوعی دنبال کنیم و 6 موضوع ما را هستیم از جمله چه که مهاجران بلوچه که یک واسه سالانه تا چه بلوچستان در اتکی حالا خلیجی ملکان رابطگان یا اروپا و دیگه ملکان و ما را دو عزیز مهمان گم همراهیم بانوک مرنوش شعبازی و بانوک مرنوش سوال کنه که برال یک مزنه باری چه کسانی که ملکا چه خارج بیتگن حالا ایشانی اگر نیم مبید بله مزنه باری ایشانی جنینند و بانوک مرنوش شما که برال جنینانی حقوق واسه فعالیت کنگاه شما وضعیت های جنینانی که بگوشه ایشانی که ملکا خارج بیتگن حالا چه خلیجی ملکا چه کسایی که دا اروپا و اتحادیه اروپا مخصوصا بگوشن آدکیگند ایشان مثلا چه وضعیت تو کنی و برال مخصوصا خلیجا ایشان که چون که اخبار گوشگانت و درس وانگو دیگه بازی مسئله ای چه محرومند یک توضیح به ما رو بده. سلام شما مهربانی حقیقت جنین زگن و وضعیت ایران تا هیچ زبونه انتی تحصیلی گوشه اتگه مسائل انگوشه که گشترین آمار بازمنداش تحصیل امه اوسانتین که مثلا نسبت به سال 98 و 99 سکنت 1027,000 کودک بازماندش تحصیل دارن اما 127,000 ببخشید که ایوات 13,000 معلم اما کم دارن اوتی استانته که ایش وقت یک تویم فاجعه پما و گیشتر آمارن تا جنین زگون هستن جنکوهایی که گواندن و گرم مجبور به این پذور به یک آینده که هیچ وقت نلوتن ادامه دین سن پایین تگیش کنم مردن زد مچ نزنیم مجبور به امبراوان گازل کشی کنم مواد و خیلی کارهای دیگه کنم که به ناچار یک عده این اما مجبوره بی مهاجرت کن به کشورهای خلیجی بی اروپایی بی امریکایی بی که توانن حداقل وطرش وضعیت که ایران پا مجبور کرده نجات ودی کنن و یعنی فعلا یک گزینه فرارش وضعیت محرومیتی که اما دارن ایشن ولی راه قطعی و 100% درست نه چون ایران پر از مشکلات و خطراتی هن که اما به جان زنن راه معادلت ده و در مورد فقر و نزنین تحصیل و نزنین کار خلاف مواد بنگازویل خیلی چیزای دیگه هستن که دلیل بر اشیه بی اما برای فرارش محرومیت و فقری که دولت پماکلی اما مجبور به مهاجرت داد. درسته ولی چون که وضعیت آیا جنینانی که در نات که برای اروپایی ملکان ایشان ادا فضا برای تحصیل و یه چیزا پچ بیت برای بازی نشوتا کارمند بیتگن معلم بیتگن تو برای مختلف شغلان سر شوتگن دیگه شاید بازی نبیت که برای جامعه تو کان دنیگ اما مشکلات وتی هستند برای مشکلاتی که اما مرد سالاری سیستم یا جایی که تازه خارج بیت بود که ادا این سیستم آیشون که جنین هایی که آدکی برای دنیای آزاد تو که ایشان مثلا تا چه اندازه توانتا یه مشکلات ایدا اروپا بلوچ جامعه تو که برای جامعه بلوچی که اروپایی ایدا چطور توانتا که ایشان تو که یه مشکل های حل بیتک یا یه مشکل پدا برای خلیجی ملکان انگا گشتر بیتک و دیگه همسایگی ملک که پاکستان و ایران تو بوده و یه مشکل چه پیسر هستند شما یه باره هم یک توضیح بانوک مرنوش به ما بده. چه تبعیض مسئولین انو نظرین زن ستیزی هر چی که هست حقیقت اما که این گروه خیلی گیتر بوده پا ما زندگی و آزادی خیلی چیزایی که نداشتن انو دارن و خیلی گیتر بوده پا ما وضعیت و حق انتخاب در تمام مسائل زندگی که اما لوتم دارن و همین کشه تحصیلی بیکاری بی هر چی بی فرصت برای یک زندگی گیتر جور کردن و ما گشتر بوده در حال که مثلا به ایران تا امکانات اصلا نه هم ای امکانات نه و هم ای اجازه هم جنین زگ ندارن
چه طرف دولتی بی، چه از طرف فرهنگ و آداب رسوم های اشتباهی که همه فرهنگ تعاوتان و کشور خلیجی و پاکستانش نسبت به ایران تا حدی امکاناتش انگار گیتر و آزادتر، ولی باز آن زیر ستم هستن. ولی در کشور اروپایی واقعا همه جنین خیلی آزادتر و پیشرفت بردن. بانک مرنوش شما هم همین موضوع باره هستن که فرقی ارکن که حکومت بین ملیت هایی که تحت ستم، حالا ملیت هایی که مد نظر حکومت نه و اصلا آین هویت حکومت قبول نکند به عنوان شهروند درجه 2 و 3 اشتگان، مخصوصا بلوچستان ها. شما نظر چی واسطه حکومت این چه فرقی ارکنه که بین بلوچ هم آدگران یه نبود امکاناتی که شما مثال جد برحال ایشی علت چیه و ایشی تاثیر پا جنین آنی که برحال جنین دنیا تو که یک مسیری روگان دیما که بیان برابریه وقتی که برسن تو بازی ملکی هم رستگند و بلوچان جنین برحال همین مسیر برابریه، مسیری که جنین وقتی آزادی الوطنتی یه نبود امکانات، یه فرقی که حکومت تبعیض که یرگنگی چی چو تاثیر پا جنین و جنینانی فعالیت هست؟ ها من واجه نظرم چون طبق بعضی تحلیلگران کشن حکومت ایران حکومت شیعه و گشته سعی کن به مناطقی که ایجنده هم مذهب هستن رسیدگی کن. به نظر واقعا درسته و فقری که همه منطقه هست نسبت به که مناطق هم بی نهایت گشتنه شهرهای مثل کردستان خوزستان تو هست قضیه، ولی همه منطقه واقعا وحشتناکنه وضعیتی که ما دارن و به شکل باور نکردنی مشکل به هر مدل توانه گنده چه آب چه امکاناتی چه تحصیلی به هر زمینه که تگوش فقر هست اما دارن اشتر و اشتر جمهوری اسلامی گشته رکن و چون سال آخر فشار امنیتی و اقتصادی واقعا بلوچستان تا گشتر بوده و امن فقر و محرومیت اون گشتر بوده و وقتی این مشکل پیش بید باعث بید و جنین اون به مشکلات باز بید وقتی این مردم زگیانه زن ایزاگ مرد هرچی این مشکلات دارید نتوان کار کن نتوان درس وانی خب مسلما به جنین دو برابری بید چون جنین معمولا گستیتن و معمولا ناناور خانه چون مردم زگ بود وقتی آمتوان کار کن خب مسلما به جنین انو خیلی سکه بید و وقتش تحصیل مانند چه علم و پیشرفت و خیلی چیزان اما مانند و من اشتر قبول دارم که واقعا حکومت ایران اشتر به عمد کار کن که همیشه پایینتر بیان و اما قبول کنن که فقر و محرومیت یک چیز عادی اما جلوه کن و همیشه گریبان اما بید و هیچ وقت به یک زندگی که امن حق مرسن. زندگ باته بانک مرنوش شما نظر چیه جنینانی آیگ با ایشن که مشارکت صحنه اجتماعی جامعه گا برحال یه اندازه که انیات که گم چه امیدوار کننده بیده واقعا واشن حرکتم پا جنینم و یک اعتماد به نفسم پا دیگه جنین زیگایی که هستند و یک جرأتیم پا ما که مثلا گشتر بیامان جامعه تا گشتر شرکت کنم و چه خواسته نگوشم و سر کنم و چه مشکلات اما حل کنم و باز شرین چیزم و بینی نظر باید کم کم بعد ایشی گشتر بید و گشتر لوتن کاران تا شرکت کنن تا توانن این مشکلاتی که اما دارن به طریق حداقل حل کنن اوتی خواسته باید گوشن باید اعتراض کنن اما وقتی اعتراض نکنن کسی به من دادن نرسه و این واقعا زبرن کاری این که بوده. درسته من دیگه جستی هم همه جنینانی باره چه شما را کنم اشن که ایشانی آیگ صحنه تو که پدا ما دیگه باز چیزا گنده ما مثلا من انی اما مثبتی
سوال کوتش این که جنینانی نگاه مثبت به فعالیت جنینانی گا بله در مقابلش این که جنینانی کوشش کنگان به امت برابری بگیرند به هر حال دیگه پدا سیستم مرد سالار هم جامعه تو که به هر حال فعالی آیی هم کوشش کنگان که جنین سرکوب بکنه و پشتی بدارند آنچه که ما گندگاهی گروه های مذهبی تشویق کنگان به چند همسری بهش که کودک همسری به مختلف مسائل هم و دیگه نوکی مسئله هم بیت که ما فضای مجازی ها دیست که یک گروه چه همی مذهبی ها فعالیت کنگاتن ایشن که در مخالفت با جنینانی که فضای مجازی کامل فعالیت کنند برای طرف مقابل شما نظر طرف مقابل اما سیستم مرد سالار چیچو فعاله که جنین هم پدا سرکوب بکن و انزوای ببارد هان درستن چون جنین زگانن دارن کامنده ما به ضرر خیلی شکستایی که مثلا همیشه جنین زگان استفاده کردن و همیشه سرکوبش کردن هست و ولی اما نباید کوتاه بیایم و نباید نسبت به سرکوبایی که بید واکنش منفی نشان دهن و عقب کشتن به این نظر باید مقابله کنن همان که یک عمر اما سکوت کردن نسبت به سرکوبی که به جنین هم بوده چه کودک همسری بیشه تجاوز بیشه قتل ناموسی هر چی که بوده به این نظر باید ایشان ما بوشتن شاید اول خیلی سکتی خیلی شراهای انون اسلامی بیشه راهای نزنین تمسخر بیشه هر رای لوتن امیده ما گیرن یا گوشن که هانش اصلا کارش درست نه تو نزنین بزادن فلان نه اصلا چیز نه اما لوتن کاملا یک فرهنگ درستی که قبلا بوده انون پدی بیارن و جنین زگوتی جایگاه که در گذشته داشته پدی به دست بیاری بانوک مرنوش شما مثلا فضای آزاد که برای سر مارش مرگیشتر ابر کنه گروتی برای اتفاق کمی تازگی کبتک فعال به یک گروه مذهبی فضای مجازی تو که ایشون که باتی نامی هم مشخص کته نامی فارسی نامی اشتا که یک گروه هدفی نوشته و گروه نام میشه مخالفت با حضور زنان در فضای مجازی حضور زنان بلوچ زنان و دختران نوشته برای ایشین نام یک نامی که کامل ایشین ناما چه همه چی مشخصه یعنی یه ناما یک معنی من نظر تنها یک جمله اینه یک کتاب معنی دیگه در سرکوب جنین و بانوکام شما یه باره مخصوصا یه باره واسه توضیح بدید که فضای مجازی چی واسه مذهبی مردمان چه فضای مجازی درسند اگر فضای مجازی خطرناکه پرچه وقت کنه فضای مجازی تو که حرکتی که کردن کاملا یک حرکت زن ستیزی که سعی دارن گوی طریق جنین زگه پدی در سکوت و خفا هر کاری که دوست دارن کردن مثل گذشته ولی خدا رو شکر انو خیلی امی جوانن که جنین زگ مردن زگ آگاه بودن و زنن که همچین چیز درست نین همچنین امی جنده مذهبی ملا و نزنین هر چی که اما دارن حتی ایشون واقعا انون دارن ظلم کنن هم به جنین زگه و هم مردن زگه و به این نظر اما نباید نسبت بهشان واکنش نشان دهن که بهشان نفع بگشته باید مبارزه کنن و ای که اما هم فضای مجازی که دارن اوتی خبر و خاصه اوتی اعتراض بیان کنن بهترین حرکت و باید همیشه ادامه دهن تا تو هم به چیزی که لطفاً برسن چون خواسته رژیم خواسته مولا و سیستم اسلامی همیشه که اما سکوت کنن و فضای مجازی تا نیامد و فضای مجازی جایی که واقعا همدیگر درداش همدیگر اطلاعات آگاه بین و به این نظر واقعا یک حرکت خیلی آشکارانه علیه دینین زگانه که سعی دارن که طریق یک جور یک کسب بر دهان زنان باشد که هیچ وقت متوانن اوتی ظلمی که با من بوده بیاون گوشن و شوتی حکال بودن جی زندگ باته شما مهربانی ما یه واسه که وعد ما برنامه باز نهید
دیگه بحثی هم ما را هستیم که منطق و ما آب اصلا هم ادامه دیم. بانوک مهرنوش شما پماره بگوشه برال مواد مخدر کاربار بازیم بلوچ معلوم که اعدام بیته اشن که یک گزارش من یه باره وانت و یک روستای اطراف خواهش بوده گوشته مردین سجین اعدام بیتگن تو روستای مردم پاک چوکل کن تو جنینند اشن که یه اعدام یه گربندان یه چیزا مثلا چیچو تاثیر جنینان سر بیتگ و جنینان مثلا جامعه تو که برای شما به عنوان یک فعالی که حقوق جنینان دنبال کنید و اشن که جنینان کمک کنید که وقتی آگاهی برسند برای شما یه موضوع اخباران دنبال کنید چیچو تاثیر مردینانی سرکوب جنینان سر بیتگ و آیا یه سرکوب باعث بیتگ که برای یک کارشناس ایرانی گوشته که جنینان را پچ بیتگ که بیایند مشارکت بکنه صحنه اجتماعی ها بله من نظر یه اصلا یه تعلیل اشتباهی برایش که مردین گفتگن یک خانواده یه اعدام کردن پدا با کمال پررویی ایران حکومت ما تعلیل کردن کمک باشند که ما راه پچ کتا که جنین بیایند برای جنینانی آیا اگر راه پک کنه من نظر آیا خانواده کشک نیند شما فکر کنه که آیا یه معتاد به یک مردینا یه سرکوب و زندانی به یک مردینا یه هم دلیلی بیتا که جنین بیایند صحنه اجتماعی تو که یا نه اشیا برای معکوس مشکلشان گشتر مشکلی جور کتا پا جنینان نه اش قضیه معتاد بودن و مواد با کردن یک بحث خیلی جتش جنینان مشکلات و چیزانه که اش یکیش اهداف این که همه رژیم دارید پچه چون همیشه اما جلتر و بیم و در صدر نابودی کشور قرار داشته بیم که گشتر این مواد جاهای دیگر که به همه مردم چون دولت پاوان کار ایجاد نکن و اصلانت نه کار کلی نه کارخانه نه چیزی هیچ حق هیچ مجوز هیچ اجازه اما را ندن اما مردم زگ مجبور بیشه بیکاری بی سوادی رو کاران پدا و در آخر اون اعدام بی به یک خانواده بی سرپرست و بدبختمانی و جنین زگان آتن جامعه که دردا هیچ دوا نکن جز ای که یک کار پا منطقه انجام بید و مردم مشغول به کار بینش راه درست و سالم نکه که خلافه و ایش یک کار این که به ام دارید سال ها امه سرا انجام بی ظلم و خیلیش امه جوانان اعدام بودن کشته بودن نزنین دادگاه صحرایی بودن خیلی کارهای دیگه حتی نهک کسایی بودن که به خاطر یک گازوئیل که میشه یک مقدار فقط لوتتوتی امرار معاش در بیاری کشته بوده و ایش کاری این که دولت عمده نکن اما باید تشیر یک دیگه رای ودی کنن درست اعتراض و یک رانه ولی فقط بیا و جامعه تو اعتراض کن و دولت هیچ بهای مده هیچ کار مکن هیچ تاثیر نداری درسته دقیقا من دوچه اما ایران تحلیلگره که مثلا یه عبری کتگه آیا مثلا جوابا یک فعال حقوق زنان یا جست بکنه یکی که جنینانی یک حقوق دنبال کنه آیا گوشی که مردینانی کشک و گرگ و بندک بلوچستان تو کسایی که به جرم مواد مخدر یا هر جرم و اتهام یا گفتگو اعدام کتگه آیا گوشگین که ایشی را پچ کتا پا جنینانی فعالیت کنه و مشارکت صحنه اجتماعی بله ما اگه صحنه اجتماعی تو که بچاره جنینانی که فعال جنینانی که دیمات که هیچ کدام چه خانواده یه نه که این خانواده معتاد ببید یا مثلا اعدام ببید اکثرا کسایی که تحصیل کردن خانواده ها شاید که کسایی که یعنی پت یعنی برات یعنی مات درست مثلا آدمای تحصیل کرده یعنی شما نظرش که در جواب همه تحلیلگر ایرانی که یه بری کتگ چی یند که وشی که مردینانی گرگ و بندگ و کشک باعث جنینانی فعالتر باید بودتگ نه اصلا ربط با این نداری اصلا اگر همچه چیزی این پچه همه خانواده هایی که قربانی مسائل بودن تا پچه نیارم پچه اصلا این کار ادامه دیم پچه این کسا جنان تو کشن پچه یک کاری نکنن که ایش مشکله برطرف بی اصلا جنان زگه که اصلا پا فعالیت جنینن کار کنن اب بحث حق برابری
نه که این مواد و نزنین این کارهایی که دولت با ما کن هیچ رفت به این نظر نداری و اگه واقعا همچین چیزی بی باید خانواده هایی که قربانی بودن لوتن فعال بیان و با من رسیدگی بی و دولت اینکه اعدام مکن واقعا اعدام واد یک جنایت به این نظره زندگ باته بانوک مهرنوش شعبازی بر ما مرچه که برنامه پایان رستگیم ما برنامه یک بلوچی موزیک دوام کنه شب واش بلوچستان بیا موج دلالا گیتوا تو کپوتانی پدا شکل کیرانی سرانا لکم باغا بلبلی آواز دا واشی کنی شانک زیرو کنگوشی وطن رکت کت مگربا कसर कंदा बिया साजे मनी सोजे दिला मेरे सलामे मैं गया अब समझमे शिंगा जया सेला बलूचिस्तान बिया मौज दिला लागी तवा समी शली हानी रवा आप चकानी गागरा शोधंत सिंगानी दिला आता पुरानी पशु नंदा शपा दीवान दे दखे पदानों के सदा सेला बलूचिस्तान क्या मुझे दिला लागी तवा कुर्बान जियो जानवा राजार दीता जो वतन निंदर भिक्षा तो गला सेला बलूचिस्तान ब्या मौज दिला लागी तवा